بالاخره کال آف دیوتی موبایل هک شده رسید و من اونو دانلود کردم و داخلش کلی سی پی بی‌نهایت وجود داشت که میتونستی باش این گردونه ها رو فول کنی و من رفتم همه رو فول کردم و 80 تا سی پی قراره داخل این ویدیو جایزه بدید. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ موبیکس هستم و به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون خیلی خوش اومدید. سلاطین و ستونای گنگ کف یوتیوب. داخل این ویدیو طبق چیزی که اول ویدیو دیدید و روی تامنیل ویدیو نوشته بودم، نسخه کال آف دیوتی موبایل هک شده یا نسخه کال آف دیوتی موبایل مود شده اومده و داخل این نسخه چه چیزایی وجود داره و چه خاصیت‌هایی داره. اینکه میتونی تمام گان لژند و متیکا رو بگیری به چه صورت، چون که سی پیش به صورت نامحدوده و آنلاین میتونی داخل این برنامه پلی بدی و اگه بلد باشی میتونی اونو به نسخه اصلی اکانتتونم وصل کنی. حالا نسخه اصلی رو نمیدونم، ولی با هم میریم مرور میکنیم و مطالعه میکنیم و بهتون نشون میدم که چطور باید اونو نصب کنید و شرایطش چیه. شرایط سختی نداره، همش آسونه. بشینید تا آخرین ویدیو رو ببینید. و از طرف دیگه برنده 80 تا سی پی ویدیو قبلی رو بهتون اعلام کردم و داخل همین ویدیو براتون گذاشتم، چون که ما سی پی نمیزنیم هزینه رو براش زدم، به اندازه 80 تا سی پی براش پول زدم و از طرف دیگه براتون گذاشتم و خلاصه این چیزا نگاه کنید. گفتم که شما برنده شدید و ببین شرایطش چطور بود. این که یک کد نوشته بودم، کد مخفی بود، هر یک دقیقه یک حروف، یک کد، یک چیز می اومد. یک دقیقه، 30 ثانیه، 20 ثانیه، 2 دقیقه، اینجوری تمام اونا رو کنار هم چید و بهم داد و قاره کشی کردم و اون برنده شد و براتون گذاشتمش. چرا خطش چرا روشو تار کردم؟ به این دلیل که ازش پرسیدم آقا اجازه هست اینو براتون بذارم یا نه، اجازه است اسم ساب کارت و فیشه واریزی رو بذارم یا نه، چون که به دلیل خیلی چیزا اعتماد نداشتن و این چیزا گفتم حله پس نمیذارم. اعتماد از من نه، حالا از مثلا بقیه خیلی اتفاقا میفته که نباید اتفاق بیفته. مثلا طرف شماره کارت طرفو داره، 1000 تا بلا سرش میاره. خلاصه براتون گذاشتمش و گفتم چش، حالا براتون تارش میکنم و کدرش میکنم و این چیزا که کسی نتونه اسم و صاحب کارت این چیزا رو بخونه. بریم سراغ ویدیو آموزشی. ببین اینم بهتون میگم، این ویدیو یه دونه 80 تا سی پی داره. خب 80 تا سی پی چطوره؟ یه دونه کلمه مخفی گفتم داخل این ویدیو. کلمه مخفی رو داخل کامنت ها برام بنویسید بین کسایی که نوشتن تا 24 ساعت دیگه، یعنی ویدیو بعدی براشون قرعه کشی میکنم و میگم بیاد داخل این اینستاگرام یا تلگرام جایزه‌شو ورداره. یه کلمه مخفیه که امکان داری 1-2 دقیقه دیگه، 3 دقیقه دیگه وسط ویدیو و سمت راست ویدیو بیاد. اون کلمه مخفی رو حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. سلامتون. ببین میرید مینویسید کال آف دیوتی موبایل هک شده، نسخه هک شده. چی میگم؟ می‌نویسید کال آف دیوتی موبایل هک شده، نسخه مود شده یا هر چیز دیگه. اولین سایتی که بالا میاره نگاه کنید. ببینید با چند روش، حدوداً 6-7 تا روش اینجا وجود داره که حتی میتونید بدون روت کردن گوشیتون اونو انجام بدید. ولی خب اصلا قبلا برای اینکه هر چیز رو هک می‌کردید نیاز بود که گوشیتون رو روت کنید. حتی خود کلش آف کلنز آنلاین اگه می‌خواستید اونو هک کنید باید گوشیتون روت بود. ببین همین چیزی من تا اون موقعی که زیاد کلش میزدم این چیزا رو اوکی میکردم، خودم کلش ها رو هک میکردم و این چیزا از طریق همین روت و این چیزا. یه دیوایس داشتم اون روت بود، مخصوص هک بود، فقط مخصوص هک. ببین چند روش وجود داره، یه دونهش با روت، یه دونه چند تا دیگهش بدون روت، چند تا دیگه بدون روت و این چیزا رو ول کنید، اصلا آموزشا رو ول کنید. اینجا فقط اومدم بهتون نشون بدم که چطور میتونید اونو هک کنید. من نسخه مود شدهشو میخوام بهتون بدم، نه اینکه بگم بهتون چطور برید هکش کنید. خب اینجا رو به عنوان مطالعه و چیزی که باید در مورد این سایت و این چیز و این کال آف دیوتی موبایل هک شده، مود شده، حالا هر چی که اسمش میذارید، هر چیزی که در مورد این نیاز بود بدونید و براتون گذاشتم. خیلی چیزا نیاز بود که اینکه بدونید گوشیتون حتما باید روت باشه، بدون روت هم میشه. حالا خیلی میگن آقا نه بدون روت نمیشه، نه بدون روت هم میشه. طبق مطالعاتی که از این سایت داشتیم و چیزایی که فهمیدیم از این سایت، بدون روت با 5-6 تا روش میشه. نگاه کنید چند تا روش و اینکه کاملا برامون توضیح داده. من نتونستم برم انجام بدم چون خیلی وقت بودن، فکر کنم 24 ساعت باید وقت تو بذاری که انجام بدی. ولی نسخه‌اشو پیدا کردم، نسخه‌اش همین داخل همین سایته. آیدی سایت هستش، اگه آیدی سایتو میخواید خب ربات تلگرامی رو چی میگم خدای ربات تلگرامی رو گذاشتم. به داخل ربات بنویسید نسخه هک شده. اصلا نمیخواد، خودش دکمه داره که نوشته نسخه هک شده کال آف دیوتی موبایل. ربات هم آیدیش هم
چی میگم بلا خدایی نمیدونم امروز چمه، فکر کنم خاطر گرمای خیلی شدید. خدایی خیلی گرمه اینجا، خیلی خیلی گرمه و چون که ویدیو نویز نداشته باشه من کولر رو خاموش میکنم. اصلا یه وضع خیلی بدیه اینجا، باور نمیشه. ببین اینجا نسخه هاشن. حالا اگه آدرس سایت رو ندارید یا مشکل پیدا کردنش، داخل همون ربات گذاشتم یه دکمه وجود داره به اسم کالاف مود شده، کالاف دیوتی موبایل هک شده یا هر چیز دیگه. بزنید روی اون و برید چی کنید، همین بزنید روی اون و لینک سایت و لینک های دانلود برای شما ارسال میشه. حجمشون 1.5 گیگ بود. من زدم روی چند تاشو، الان اون چند تا رو بهتون نشون میدم. نگاه کن، میذارم روش. خب ببین این چند تا نگاه کن، یه دونشون رفت رو دانلود. این ویدیو آموزشیش بود که چطور باش کار کنید و این چیزا. ولی این 1 گیگ و 700 مگ بود که اگه دانلودش میکردم برای خودم هک شده بود و کال آف دیوتی موبایل هک شده بود. کال آف دیوتی موبایل هک شده رو نصب میکردم و ازش لذت میبردم، واقعا لذت میبردم. زیاد خودم اهل این کال آف دیوتی موبایل هک و این چیزا نیستم، همین با هر چیزی که داشته باشم پلی میدم، راضیم. ولی خب برای بعضی از بچه‌ها که گفته بودن آقا کال آف دیوتی موبایل هک شده رو بذار، دیگه براتون گذاشتیم. فکر کنم کد مخفی که گذاشته بودم هم تا الان اومده بود و اینکه داخل کامنت ها حتما بذاریدش و دیگه همین، چیزی نمونده. تمام موارد رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. سلاطین ستونای گنگ، جاریم به آخر ویدیو هم نزدیک میشیم. حتما کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم. تا یه ویدیو دیگه فعلا سلاطین گل بمنید. گفتم که لایک و سابسکرایب یادتون نره. کد مخفی هم داخل تلگرام برام ارسال کنید که شما برنده یه دونه 80 تا سی پی دیگه از برنده های ما باشید. فعلا